در دنیای فیلم‌های ترسناک ما معمولاً موضوعاتشون رو دور از واقعیت می‌بینیم و فکر می‌کنیم هیچ موجود زنده‌ای در جهان نیست که همچین اتفاقی براش بیفته. خب بذارین همینجا متوقفتون کنم. قاتل‌های سریالی شاید به طور مستقیم به ژانر وحشت ربطی نداشته باشن، ولی اگه بخش پلیسی رو از این فیلم‌ها جدا کنیم، موضوع درجه یک خیلی از فیلم‌های این ژانر میشن. از تد باندی واقعی بگیر تا هانیبال لکتر تخیلی. در اپیزود 4 پادکست پاپ میخوایم راجع به این موجودات وحشتناک صحبت کنیم. قاتل‌های سریالی در طی دوران زندگیشون تحت تاثیر ترکیبی از تنش‌های روانی، فاکتورهای اجتماعی و معمولاً گذشته یا به طور دقیق‌تر بخوام بگم کودکی پرحادثه‌شون آثار وحشتناکی به جا گذاشتن. افرادی که تنها یک سوال رو تو ذهن ما ایجاد میکنن: چرا قاتل‌های سریالی میشن؟ برای جواب این سوال سازمان‌های مختلف تحقیقات زیادی انجام دادن و سعی کردن این افراد رو تعریف و طبقه بندی کنن. برای مثال FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا قاتل‌های سریالی رو افرادی میدونه که بیشتر از 2 قتل انجام بدن، که معمولا این قتل‌ها با یک دوره خاموشی بین هر قتل باشه. قاتل بین هر قتل یک استراحتی میکنه و بعد میره سراغ نفر بعدی. این فرم طبقه بندی اونها رو از اسپریکلرها که معمولا اونایین که یک سری آدم رو یکو میکشن یا اونهایی که به صورت جمعی آدم‌ها رو میکشن جدا میکنه. قاتل‌های سریالی معمولاً دچار برخی مشکلات روانی مشترک هستند. مثلا اکثرشون دچار کمبود حس همدلی هن یا دچار خودشیفتگی هن و میل بیش از حدی به گول زدن بقیه دارن. اما جالب اینجاست که همه قاتل‌های سریالی هم خصوصیات یکسانی ندارن و همین این افراد رو مرموزتر میکنه. طی تحقیقاتی که روی قاتل‌های سریالی انجام شده متوجه شدن ریشه مشکلات این افراد برمیگرده به دوران کودکی، جایی که بروز یک سری از رفتارهای ضد اجتماعی مثل حیوان‌آزاری یا آتش افروزی نشانی از این بوده که این کودکان دچار مشکلات روانی هستند. جان مکدونالد، روانشناس آمریکایی، در تئوری مثلث مکدونالد سعی میکنه بروز این رفتارها رو در کودکی توضیح بده. اون معتقد 3 رفتار آتش افروزی، حیوان آزاری و شب‌ادراری، البته شب‌ادراری که بعد از سن 5 سالگی و طی یک سری دوره‌های مشخصی رخ بده، زنگ خطریه برای اینکه کودک ممکنه در آینده تبدیل به یک قاتل سریالی بشه. در این تئوری بروز این رفتارها بی‌دلیل نیست. مکدونالد معتقد رفتاری مثل حیوان آزاری شکلی از تمرین برای فرده که در آینده به چه شکل قربانیانش رو به قتل برسونه و استرس این عمل رو براش کمتر کنه. یا مثلا شب‌ادراری چون باعث میشه که دیگران کودک رو تحقیر کنن، ممکنه به رفتار آتش افروزی و حیوان آزاری منجر بشه، چون کودک در بروز این 2 رفتار سعی میکنه که این حس تحقیر رو از بین ببره. تحقیقات نشون داده 96% قاتل‌های سریالی در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، که پیامد اون هم 3 رفتاریه که مکدونالد اونها رو زنگ خطر میدونست. پرونده قتل‌های سریالی معمولاً به شدت پیچیدن و ممکنه سالها زمان ببرن تا مجرم رو پیدا کنن. در برخی موارد حتی فردی که این قتل‌ها رو انجام داده پیدا نمیشه و پرونده برای همیشه بسته میشه. دلیلش هم اینه که بعضی از قاتل‌های سریالی آدم‌های باهوشی هستن و از روشی که محققان جنایی برای پیدا کردن مجرمین استفاده میکنن اطلاع دارن و میتونن با روش‌های مختلف آثار جرمی که ازشون باقی میمونه رو از بین ببرن. همین هم دلیل اصلی اینه که پیدا کردن قاتل‌های سریالی کار طاقت فرسا و سختیه، با توجه به اینکه هر روزی که دستگیر نشن ممکنه یه فرد دیگه کشته بشه. یکی از بدنام‌ترین قاتل‌های سریالی که سالها پلیس رو درگیر خودش کرده بود، تد باندیه. فردی که در دهه 70 تعداد زیادی از زنان جوان رو می‌ربود و آنها تجاوز می‌کرد و در نهایت هم اونها رو می‌کشت. اون خودش به قتل 35 نفر اعتراف کرد، اما مجموع قربانیان اون نامشخصه و خب برخی بررسی‌هایی که شده نشون داده که اون حداقل 150 نفر رو به قتل رسونده. نکته ترسناک تد باندی این بود که اون فردی به شدت کاریزماتیک و باهوش بود.
طوری که وقتی دستگیر شده بود مردم نمیتونستن باور کنن که آدمی مثل باندی توانایی انجام چنین کارهایی رو داشته باشه. روش کار اون هم به این صورت بود که خودش رو آسیب دیده نشون میداد، به زنان نزدیک میشد و از اونها برای کمک درخواست میکرد و بعدش اونها رو به جای خلوتی میبرد و نقشه خودش رو پیاده میکرد. باندی حتی 2 بار دستگیر شد، اما هر 2 بار موفق به فرار از زندان شد و بعد از فرار دوباره شروع به کشتن افراد کرد. البته او در نهایت با صندلی الکتریکی در فلوریدا اعدام شد، اما باندی تنها فرد لیست قاتلان سریالی آمریکایی نیست. یکی دیگه از افرادی که در طی سالهای طولانی دست به قتل‌های سریالی زد، دنیس ریدر، معروف به بیتیکی کیلر بود. او در بین سالهای 1974 تا 1991 10 نفر رو با روش مشخصی به قتل رسوند. دنیس ریدر نامه‌هایی برای پلیس میفرستاد و جزئیات جنایات خودش رو توی اون توصیف میکرد. او همچنین به رسانه‌ها هم نامه میزد و خواستار این بود که اخبار مربوط به قتل‌های اون رو پوشش بدن. نام این قاتل سریالی مخفف مودوس اپراندی مخصوص خودش بود که افراد رو با اون به قتل میرسوند. این نکته هم بگم که کلمه مودوس اپراندی به روشی گفته میشه که یه قاتل سریالی در واقع ازش استفاده میکنه تا قربانیان خودش رو به قتل برسونه. Bind, torture, kill یا بستن، شکنجه کردن و کشتن. البته در نهایت هم به خاطر نامه نگاریش با رسانه‌های محلی تو سال 2004 بعد از تحقیقات زیاد پلیس در سال 2005 دستگیر شد. اولین قاتل سریالی آمریکایی هرمن هاوارد هولمز شناخته میشه، کسی که در سالهای 1890 یک سری از قتل‌های سریالی رو توی هتلی که خودش ساخته بود انجام میداد. هتلی که توی اون اتاق‌هایی طراحی شده بود که بتونه افراد رو به صورت‌های مختلف به قتل برسونه، مثل شکنجه کردن اونها یا گشنگی و تشنگی دادن به مقتول یا باز کردن شیر گاز. حتی توی این هتل یک اتاقی پیدا شده بود که توی اون یک کوره بزرگ قرار داشت که احتمالاً از اون برای انداختن جنازه‌ها داخلش استفاده می‌شد. برآورد مقامات نشون داده که هولمز بیش از 200 نفر رو در طی اون سالها به قتل رسوند. تحقیقات روی قاتل‌های سریالی میتونه روشی باشه برای محققان تا بیشتر راجع به روان انسان اطلاعات کسب کنن. با اینکه انگیزه هر قاتل سریالی میتونه متفاوت باشه، اما همچنان ویژگی مشترکی هم بینشون هست. برای مثال، تحقیقات در زمینه علوم اعصاب روی قاتلان سریالی نشون داده که ممکنه یک سری از رفتارهای این افراد مربوط به فاکتورهای عصبی باشه. تصاویری که از مغز این افراد توسط MRI و PET گرفته شده، یک سری از فعالیت‌های ناهنجار و نامرتبط رو در برخی مناطق مهم مغز در کنترل تکانه یا ایمپالس، تنظیم احساسات و حس همدردی نشون داده. برای مثال، قشر پیشانی مغز یا پریفرانتال کورتکس که یک منطقه مهم برای تصمیم گیری و کنترل بازدارنده هاست، در این افراد دچار اختلاله که برخی از رفتارهای تکانشی قاتل‌های سریالی رو توضیح میده. جالبه بدونید که مودوس اپراندی هر قاتل سریالی یک الگویی برای انجام جنایت هاشه که میتونه نشون دهنده فانتزی‌های سرکوب شده ی اون قاتل باشه. مثلا ممکنه که فرد جسد مقتول خودش رو توی یه شکل مشخصی قرار بده تا یک نوعی از پیام رو به بقیه منتقل کنه. محققان معتقدن که مودوس اپراندی در واقع به شکل یک لذت روانی یا نوعی از بصیرت برای قاتل سریالی عمل میکنه و باعث میشه که فرد کمتر از کاری که میکنه عذاب وجدان بگیره. طی تحقیقاتی که انجام دادن متوجه شدن محلی که اون قتل اتفاق افتاده معمولاً برای قاتل سریالی مقدسه و اون ممکنه چندین بار به اون مکان برگرده تا حس اولین باری که این کار انجام داده دوباره تجربه کنه. در حالی که نقش عوامل بیولوژیکی و روانی برای به وجود اومدن یک قاتل سریالی بسیار مهمه، اما همچنان نقش محیط رو نمیشه فراموش کرد. تروماهای دوران کودکی، خانواده ناکارآمد یا مواجه شدن با خشونت از سنین کم و از همه بدتر سوء استفاده جنسی و برخی از فاکتورهای اجتماعی مثل فقر یا انزوا میتونن تأثیرات برگشت ناپذیری روی فرد بذارن و در نهایت با ترکیب شدن با عوامل ژنتیکی و روانی فرد رو به سمت قتل‌های سریالی هدایت کنن، جایی که سوال مهمی رو به وجود میارن: قاتل‌های سریالی به دنیا میان یا ساخته میشن؟
امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید و خدا نگهدار.